Hello everyone, hope you're doing well and welcome back to my channel. I'm Saha and today we're going to learn the present continuous tense. So let's get the ball rolling. سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خوش اومدین. امروز میخوایم یکی از گرامرهای پایه زبان انگلیسی که به شدت مهم هست و اسمش present continuous هست رو با هم یاد بگیریم. همونجوری گفتم این دومین ویدیو از سری ویدیوهایی هستش که قرار انگلیسی رو از پایه با هم دیگه شروع بکنیم. گرامرهای زبان انگلیسی رو از پایه با هم دیگه شروع کنیم. پس بزن بریم. خب اول یه توضیح کوتاه راجع به این گرامر به شدت کاربردی بدم. اسمش چیه؟ بهش میگم present continuous. present میشه حال، continuous میشه مداوم، تکراری. آره دیگه، یعنی یک حال استمراری تو فارسی ما بهش میگیم. دو تا کاربرد داره. اینجا میخوایم در مورد کاربرد اولش صحبت بکنیم. اولین کاربردش چیه؟ We use the present continuous to talk about actions that are happening now. و میگه وقتی از این گرامر میخوایم استفاده بکنیم در مورد اقداماتی که در لحظه داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من در حال صحبت کردم، شما در حال گوش دادن. این در حال میشه present continuous. پس در مورد اتفاقات یا اقداماتی که الان داره انجام میشه در حال حاضر. اوکی؟ بریم ساختارش رو ببینیم. این میشه structureش یا ساختارش. اول subject میاد. حالا subject رو میتونه یک noun، یک proper noun باشه، یعنی اسم یک شخص باشه مثل سحر، سارا، سلی. میتونه ضمیر باشه مثل I, you, we, they, she, he, it. اوکی؟ میتونه بعد از subject ما چی میاریم؟ to be verb میاریم. اوکی؟ to be verb چی بود؟ am, is, are که توی ویدیو قبلی با هم صحبت کردیم و گفتیم که برای هر subject کدوم یکی از to be verb رو باید استفاده بکنیم. بعد از to be verb ما باید از verb استفاده بکنیم. verb به معنی فعل. مثل چی؟ مثل watch, see, go, eat. خوردن، خوابیدن، دیدن، نوشتن، چه میدونم، شنیدن. به اینا میگن فعل. بعد چیزی که مهمه باید به فعلمون ing ما اضافه بکنیم. بچه‌ها همیشه to be verb با فعل ing دار میبینیم. دوتا همیشه با همن. هیچ وقت نمیتونیم مثلا to be verb رو توی جمله هم بیاریم بعد یه فعل دیگه هم بیاریم. مثلا نمیتونم بگم they are go. غلطه. باید ing بهش اضافه بشه. اوکی؟ حالا بریم مثالای بعدی رو ببینیم. من هر کدوم با رنگ خودش. مثلا subject سبزه. اوکی؟ تو این جمله subject هم day هست، جمعه. پس to be verbی که براش میاد are. play فعلم هست معنی بازی کردن. ing اومده. گفتیم هر جا to be verb بود ing هم باید باشه. دوتاش با همه. They are playing football now. الان در حال فوتبال بازی کردنن. اوکی؟ مثالای بعدی. I am talking to you now. یعنی من الان دارم با شما صحبت میکنم. I am subject داریم، to be verb داریم. توی ویدیو قبلی در مورد صحبت کردیم که چطور میتونیم از contraction form یا کوتاه شدهش استفاده بکنیم. چی بود؟ I'm. اگه ندیدین حتما برید اونو چک بکنید. I'm talking to you now. من الان دارم با تو صحبت میکنم، در حال صحبت کردن با شما هستم. You are listening to me now. بچه ها میبینین همه ساختار جمله یک جوره. اول subject اومده، بعد to be verb، بعد فعل، بعد ing. همیشه اول subject میاد، بعد to be verb، بعد فعلم listen، بعد ing. میگه شما در حال گوش دادن به من هستید. Now الان. We are learning English now. یعنی ما الان در حال یادگیری انگلیسی هستیم. No. She or Sarah یا ضمیر یا اسم، یک کدوم رو باید بیارید. She/Sarah is writing her homework now. میگه اون دختره یا سارا در حال نوشتن تکالیفشه الان، در حال حاضر. He/Jack is washing the dishes. میگه he اون پسر یا جک is washing در حال شستن ظرف است. این میشه مثالایی که ما میتونستیم با این تنس بیاریم. اوکی؟ پس اگه بخوام معنی بکنیم دقیقا به فارسی در حال انجام یک کاری میشه. کاربرد دومش که جزو کاربردهای خیلی مهمم هست future arrangements. اوکی؟ یعنی arrangement یعنی چیزایی که شما برای از قبل راجبش برنامه ریختیم و قراره که توی آینده اتفاق بیفته. مثلا شما به دوستون زنگ میزنید و میگن هی روز جمعه بیکاری، بریم با هم دیگه قدم بزنی و بریم برای واکینگ، برای پیاده روی.
از اینی که آره اوکی جمعه بعد از ظهر اوکی بریم. این میشه arrangement. شما arrange کردین یه قرار رو با هم دیگه گذاشتین که توی آینده که جمعه باشه این کار رو انجام بدین. میتونیم از این گرامر استفاده بکنیم، ساختارش تغییر نمیکنه، همینه. اوکی حالا مثال رو میبینیم متوجه میشین. We can also use the present continuous to talk about future arrangements, meetings and plans. الان که ازون توضیح دادم. بریم مثالاشو ببینیم. I'm meeting my friends tomorrow. بچه دقت کن به قید زمانش آینده است. tomorrow آینده. اوکی فردا. I'm اولش چی آوردیم؟ اولش subject آوردیم I، بعدش to be verb اومده و حالا اینو به صورت کوتاه شدهش آورده، contraction form آورده که توی ویدیو قبلی با هم صحبت کردیم کامل. I'm یا I am فرقی نداره. meet فعلمه، بعدش چی آوردم؟ ing آوردم. I'm meeting my friends tomorrow. من قصد دارم که فردا دوستم رو میت کنم ببینم. پس یه چیزیه که شما در موردش arrange شده، برنامه‌ریزی شده و قراره که توی آینده که فرداست انجامش بدیم. We're flying to Dubai next week. میگه ما قصد داریم که هفته بعد بریم سفر بکنیم به دوبای. پس یه پلانی هست که arrange شده و next week هفته آینده شما قراره اون کار رو انجامش بدیم. Sally is cleaning her room on the weekend. میگه سالی قصد داره که آخر هفته بیاد اتاقش رو تمیز بکنه. clean میشه تمیز کردن، بهش ing اضافه شده. این ساختارش هیچ فرقی نداره، همونه. از کجا میفهمم که برای آینده است؟ قیداش میبینیم tomorrow, next week, weekend, tonight. مثلا 4 نگاه کن. My mother is making dinner tonight. مامان من قصد داره امشب شام درست بکنه. الان امشبه؟ نه هنوز. پس راجع به آینده دارم صحبت میکنم. حالا آینده نمیخواد حتما 100 سال بعد باشه یا مثلا هفته بعد، ماه بعد، سال بعد باشه. tonight امشب قصد داره که شام درست بکنه. حالا مثلا دقت کنید چند تا آوردم اینجا. حالا میخوام ببینیم که کدومشون برای کاربرد اول یعنی اقدامی که در حال حاضر داره انجام میشه، کدومشون برای کاربرد دوم که در مورد future arrangement بود، در مورد برنامه‌های آینده. I'm watching TV right now. خب این که خیلی مشخص دیگه. right now یعنی در حال حاضر من دارم تلویزیون تماشا میکنم. We're visiting our grandparents this weekend. میگه ما قصد داریم که پدر مادر بزرگمون رو این this weekend این آخر هفته ببینیم. الان آخر هفته رسیده؟ نه، پس میشه future arrangement. یه قراریه که با همدیگه گذاشتن this weekend این آخر هفته انجامش بدن. Sarah is studying in her room. She can't go to the party. مثلا یه نفر داره میگه که سارا الان تو اتاقش داره مطالعه میکنه، در حال حاضر مطالعه میکنه، پس الان نمیتونه بره پارتی. She can't go to the party. این میشه برای چی؟ برای کاربرد اول، در حال حاضر در حال مطالعه است. I'm meeting my teacher tomorrow. یعنی من قصد دارم که معلمم فردا ببینم. میشه برای کاربرد دومش. حالا نگاتیو فرمش چیه یا حالت منفیش چطوره؟ بچه اگه ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشیم گفتیم که هر وقت توی جمله ما to be verb am, is, are داریم، هر وقت منفیش بکنیم خیلی ساده است، یه نات میذاریم کنار to be verb. تمام. اوکی؟ پس subject رو میاریم، to be verb هم میاریم، am, is, are، بلافاصله بعد از to be verb یه نات میاریم. چیزی که مهمه اینه که to be verb یا همون امیزدار همیشه اولویت داره، یعنی نمیتونیم اول نات بیاریم بعد to be verb. اوکی؟ اولویت با to be verb بعدش نات. اوکی؟ بعدش فعل، بعدش هم که ing میاره. مثلا نکن students are not listening to the teacher. میگه که دانش آموزان به معلم گوش نمیدن، در حال گوش دادن معلم نیستن. they are talking دارن صحبت میکنن. مثلا رو دقت کن. I'm not talking to my friend now. من الان در حال صحبت کردن با دوستم نیستم. now یعنی در حال حاضر. I'm not. subject اومده، to be verb اومده، not. فعل به اضافه ing. She's not going to Dubai next week. میگه اون قصد نداره که هفته بعد next week. اون قصد نداره که هفته بعد بره به دوبای، بره به دبی. فاعل اومده، to be verb اومده، منفی کرده، فعل ing. They're not یا they're not playing tennis on Tuesday. اونا سه‌شنبه قصد ندارن که تنیس بازی کنن. We are not learning French now. ما الان در حال یادگیری فرنچ یا فرانسوی نیستیم. پس اینم از منفی کردنش که به شدت ساده بود. to be verb پیدا میکنید، یه نات بهش اضافه میکنید. تمام.
حالت سوالیشو نگاه کنیم بچه ها. دقیقا تو ویدیو قبلی همون در مورد این صحبت کردیم. هر وقت توی جمله ما تو بی‌ورب داشتیم میخواستیم به صورت سوالی بیاریمش، سوالی کوتاه پاسخ ها، بهش میگن yes or no questions. ما تو بی‌ورب یا اما ایز و آ رو میاریم اول جمله، جاشو با سابجکت عوض میکنیم. همین. پس به جای که این دفعه اول سابجکت رو بیاریم تو بی‌ورب رو میاریم. مثال دقت کن. Are you going to the gym in the afternoon؟ میگه که قصد داری که بعد از ظهر بری به باشگاه. اول چی اومد؟ اول تو بی‌ورب اومد، بعد سابجکت اومد، جاش عوض شد. Are you going to the gym in the afternoon؟ مثال بیشتر. Are you listening to the teacher؟ به معلم داری گوش میدی؟ Are you جای فعل و جای فاعل و تو بی‌ورب عوض شد. Are you listening؟ بیاد بچه ها میبینید من همه جو فعلم آینجی اومدم. مثلا بگم تو بی‌ورب دارم پس آینجی، تو بی‌ورب دارم پس آینجی، تو بی‌ورب دارم پس آینجی. جواب رو نگاه کن. میگه که yes we are. اگه مخاطبم آدمای جرم باشن زیاد باشن میگم شماها دارین به معلم گوش میدین. شماها چی به من جواب میدین؟ میگه بله ما داریم گوش میدیم. yes we are. با به صورت تو بی‌ورب هم جواب میدیم yes we are. Is she یا is she going to Dubai next week؟ Is she going to Dubai next week؟ میگه اون دختره قصد داره که هفته بعد بره به دوبای، بره به دبی. No she isn't. چون در مورد شی پرسیده همون شی هم میرم تو جوابم و میگم isn't. چرا گفتم isn't نگفتم is؟ چون جوابم no هست. اوکی، اینجا جوابم yes بود گفتم are، اینجا جوابم no گفتم isn't. اوکی، و تو بی وربم باید با سابجکت هم هماهنگ باشه. نمیتونم بگم no she aren't، غلطه. Is Sally studying in the library؟ میگه سالی الان داره توی لایبرری، توی کتابخونه مطالعه میکنه. No she isn't. نه اون نیست، اون در حال مطالعه نیست. مثلا she's talking on the phone، داره با تلفن حرف میزنه. Are they meeting the teacher tomorrow؟ میگه اونا قصد دارن که فردا معلم رو ببینن، میت کنن، ملاقات بکنن. Yes they are. آنها، چون با دی پرسیده با همین دی هم جواب میدیم. اوکی، به همین آسونی. That's it. همین بچه این به شدت گرامر خیلی کاربردی و جزو گرامرهای پایه زبان انگلیسیه. سعی کنید که این ویدیوها رو قشنگ تمرین بکنید و مثالهای زیادی رو باهاش بگیرید، بزنید، مثالهای زیادی رو باهاش تولید بکنید. شما وقتی که یه مطلبی رو یاد میگیرین اون همه کار نیست. کاری که برای شما بعدش انجام بدید اینه که مثالهای بیشتر تولید بکنید، تمرینهای بیشتری حل بکنید تا تو ذهنتون بشینه. Okay, that's it. Thanks for watching and don't forget to subscribe to the channel if you like this video. Bye. See you in the next video.